برادران اسلام، شریعت اسلامی برای چی تمامی؟ چیزی که انسان رو مست میکند یا اینکه عقل رو تیره یا خیره میکند، مست کننده چی نوشیدنی باشد چی کشیدنی باشد حرامش میگوید. برای چی؟ به خاطری که میگوید خداوند عزوجل و رسول او و همه بزرگان اسلام میگویند که ای مسلمان، تا از این کشیدنی و نوشیدنی هایی که عقلت رو تیره یا خیره میکند یا فلجی یا عقلت رو ضعیف و ناتوان میکند، در نتیجه ناکام و بدبخت میشوی، از این دوری بجوی تا اینکه دایم عقلت فعال باشد. حالا ما همجا رئیستی فتوا داریم، روز این 5 6 10 اویله میآید، 500 طلاق، میلیون طلاق، 100 طلاق، 3 طلاق. و چی شد؟ آخه پیون بدم یا پیون میشد میاد، اما زنی بیچاره ضعیفی ناتوان یافتگی است، بعد مرد نگم رو میزند. او چیکار کرده شو بیچاره در خانه تو رفتی؟ یعنی بی عقلی انسان رو به بدبختی میبرد. استفاده نکردن عقل انسان رو به بدبختی میبرد. برای چی حرام است نوشیدنی ها و کشیدنی های مسکننده؟ به خاطری که عقل دائم فعال باشد و عقل دائم استفاده شود. هر کاری که انجام میدی پیش از انجام دادن باید فکر کنی که همین کاری که انجام میدیم من رو به کجا میبرد، من رو چی میکند، من چی فایده میبینم، چی ضرری میبینم. قبلا باید مسلمان فکر کند بعد یعنی اون کار رو انجام بدهد. متاسفانه بعضی مسجدها میداریم از اون گفتگی هستن، سنت خواندگی هستن، در انتظار فرض میبینید بعضی از جوانو تلفن ها همین بازی اینم سرخ به سرخ، کبوت به کبوت و ساوز به ساوز زده ای صداست. برای عقل هیچ میکند، مغز کرخت میکند، انسان بی عقل میکند، انسان عقل فلج میکند. او از برای خدا تو در خانه خدا با صاحب خانه با پروردگارت روز نیاز و استغفار و طلب و دعا و التجا و زاره و زاریت رو نمیکنی؟ به عقل انسان به کجا میبرد؟ عقل استفاده نکردن انسان چگونه ناکام میکند؟ حالا غضب پروردگار میاد که میگه این بنده من دعوتش کردم به خانه‌ام، در خانه من چیکار کرده ایستاده است؟ به جای ثواب چی؟ عاصی و گناهکار بعد بدبخت ناکام. بعد میگه که من نمازم خواندم، هم کردم، هم کردم، هیچ نشد. او نماز با کدام نیت خوندی؟ تو چگونه خوندی نمازم؟ داخل شدن مسجد گفتی بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک؟ این دعای سنتی رو گفتی که حمد و ثنا پروردگار و درود و صلوات و برکات بر رسول او، پروردگار رو درهای رحمتت رو برای من باز کن تا اینکه قلبت رو پر از نور ایمان، پر از نور علم، پر از نور تقوا، پر از نور رحمتی خودش کند که به بیهوده کاری و به کارهایی که هیچ ارزش ندارد یا به خودت ضرر دارد اون کارها رو انجام ندهی، یا عکس اون عبادتی غافلانه پروردگارم پرواش ندارد. پروردگار پروای اون عبادتی دارد که صاحبش پروا داشته باشد با تمام وجودش انجام بدهد. پس پروردگار اون عبادت رو پروا دارد، میگیرد، قبول میکند، اجر میدهد، پاداش میدهد، عزت میدهد، برکت میدهد. اگر مال و اموال زیادت هم ندهد قلب آرامت میدهد. رزق تنها دارندگی نیست، دارندگی و ثروت تنها رزق نیست. بهترین رزق این آداب و اخلاق است. یکی از بهترین رزق‌ها پدر خوب است. یکی از بهترین رزق‌ها فرزندی نیک است. یکی از بهترین رزق‌ها کشور آرام و آباد و آسوده و آرام و پیشرفته است. یکی از بهترین رزق‌ها دوستی خوب داشتن است. دوستی خوب همون دوستی است که همیشه تو رو توصیه به نیکی میکند، میگه دوستم، برادری عزیز، در این کار خیر شریک شویم، ثواب یعنی یک ثواب بگیریم در آبادی این مکتب، این یتیم خانه، رو باغ، در این مسجد، بیا بریم دوری امکانیت به حدی امکانیت یک سهمی بگذار. دوستی خوب همیشه به کاری نیک، به کاری خیر دعوت میکند. یکی از نفرها گفت که من قریب 15-20 سال توبه کردم، زنا نکردم، میکردم بسیار فسق و فجورم در حد. 20 سال بعد یکی از همون دوستای درینه که همیشه با هم خوب دیگر هر جا میرفتیم، بعد اومد گفت یک خانم است. گفتم که برادر من 20 سال شد که توبه کردم. میگه خیر ببین من اگر که معقولت نشد تمام دیگه. میگه همین فاسقی خدازاده، همین رفیقی سابقم اخیر باز من رو کشید برد به همین زنا.
نعوذ بالله. برای همین فرد و روز قیامت بعضی از انسان ها میگوین چیز استعیذ بالله یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی رفیقم نمیشد که من رو به این بدبختی ها به این عذاب جهنم تله نمیداد. و دوستی خوب هم حتی در این دنیا و در آخرت حتی از جهنم نجات میدهد. دوستی خوب رو بعضی از جنتیان وقتی که داخل جنت میشوند، در جنت که آرام، در روز قیامت هم از هم دیگر میگریزند، مگر فرزند صالح حافظ قرآن یا عالمی که پدر مادر اون رو تربیت کردگی است، تعلیم کردگی است، مهنت و زحمت کشیدگی هست، برای اون فرزند هم میگریزد در روز قیامت حساب و کتاب پیش از جنت. اما پروردگار به اون امر میکند که ببر این تاجی فخری رو در سر پدرت یا مادرت بگذار. یگانه یک شخص سراغ میکند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم امتانش که زیاد درود و صلوات و سنت ها انجام میدهند، اونو را میگه فلانی پسری فلانی بیا شفاعتت کنم. دیگه همه از هم دیگر میگریزند. حالا جنت که داخل شدن، خاطر جمع شدن، بعد میگن پروردگارا جنتت به ما راحت نشد. میگه بنده هم چی نمیرسد؟ در جنت من همه چیز هست، همه چیز رو در جنت برایتون آماده کردم، چی نمیرسد؟ میگه فلانی دوستی که در دنیای امتحان، در زندگی امتحان با اون دوستی داشتیم، همیشه هم نشین و هم صحبت، همیشه من رو به کارهای خیر و توصیه های میکرد، حالا که با من نیست، در این جنت با من نیست، من احساسی راحت نکرده ایستادم. پروردگار میگه بروید، ملائکه‌های وابسته و متصدی رو میگه که بروید دوستی من رو از جهنم بکشید بیارید، که حالی چندین سالها باید که در عذاب بماند. وقتی که نجاتش میدین از جهنم، جهنمیان دوزخیان میگن که چی کسی این رو شفاعت کرد؟ حالا باید سالهای مدیده باید با ما میموند، چی شد این رو کی نجات داد؟ میگن دوستی صالحش. برای همین میگه خداوند خبر میکند از حال جهنمیان، حسرت و ندامت میخورند جهنمیان دوزخی ها. بعد میگن که استعذ بالله ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، چرا ما یک شفاعتگر نداریم؟ چرا ما رو کسی سراغ نمیکند؟ چرا در زندگی در اون دنیا رفیق انسانی صالح با انسانی صالح دوستی نکردیم که در این جای زور آمد از این عذاب ما را نجات میداد؟ دوستی بعد به بدبختی میبرد، دوستی نیک نجات میدهد انسان رو در دنیا و آخرت، یعنی به نیکی جلب میکند. از ملت خود و از دولت خود و از کشور خود حمایت کردن، آباد کردن، همیشه برای آرامی و آبادی سعی و تلاش کردن، این نشانه مسلمانی هر مسلمان است، از نشانه‌های دینداری مسلمان است که همیشه باید که مسلمان همیشه برای آرامی و برای برادری و برای آرامی و برای آبادی کشور همیشه با تمام توانش سعی و تلاش و مهنت و زحمت داشته باشد.